تصور کن همه تصمیماتی که در زندگیت گرفتی، از کوچکترین انتخاب‌ها مثل نوشیدنی صبحگاهی گرفته تا بزرگترین تصمیمات مثل مسیر شغلیت، هیچ کدام واقعا مال تو نبودند. حالا فکر کن اگر از روزی که به دنیا آمدی در یک زندان نامرئی زندگی کرده باشی، زندانی که دیوارهایش از باورها، ارزشها و انتخابهایی ساخته شده که برایت تعریف کردند. اما وحشتناکتر از همه این است شاید تو حتی نمیدانی که این زندان وجود دارد. شاید ماتریکسی که در ذهنت ساختند آنقدر واقعی به نظر میرسد که هرگز سوال نمی‌کنی، هرگز شک نمی‌کنی. و حالا این سوالات مطرح می‌شود: کدامی که از انتخاب‌های پیش روی ما واقعی هستند؟ شاید همه تحمیلی باشند. اگر تمام زندگیت فقط یک توهم باشد، چطور می‌توانی آزاد شوی؟ یا شاید بهتر است بپرسم: آیا اصلاً می‌خواهی آزاد شوی؟ از زمانی که انسان‌ها توانستند داستان بگویند، رسانه به قدرتی بی‌بدیل تبدیل شد. ابتدا افسانه‌ها و اسطوره‌ها، سپس کتاب‌ها، روزنامه‌ها و حالا فیلم‌ها، شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات. در این عصر رسانه‌ها دیگر فقط ابزار سرگرمی نیستند. آنها قدرتی هستند که ذهن‌ها را شکل می‌دهند، رفتارها را کنترل می‌کنند و واقعیت را بازتعریف می‌کنند. اما چیزی که کمتر به آن توجه میکنیم این است که شاید ما در حال زندگی در یک ماتریکس مدرن باشیم، یک توهم جمعی که توسط رسانه ها طراحی شده است، تبلیغاتی که به ما میگویند چه چیزی بخریم، الگوریتم هایی که تصمیم میگیرند چه چیزی ببینیم و داستان هایی که به ما یاد میدهند چطور فکر کنیم. همه اینها مانند تارهای نامرئی هستند که ذهن‌هایمان را به اسارت گرفتند. انتخاب‌های تعریف شده دقیقاً به مسئله اشاره دارد که در ماتریکس به طور نمادین نمایش داده شده. مثل قرص قرمز و آبی، بسیاری از انتخاب‌های ما ظاهراً آزادانه به نظر می‌رسد، اما در واقع تحت کنترل ساختارهای بزرگتر مانند جامعه، دولت یا سیستم‌های فرهنگی هستند. این همان نقطه‌ای است که باید بپرسیم: آیا این ماتریکس تنها یک ابزار برای کنترل جمعی است یا ریشه‌هایش بسیار عمیق‌تر از چیزی است که می‌توان تصور کرد؟ ادیان ابراهیمی همگی درباره نیروهایی هشدار دادند که انسان را از حقیقت دور می‌کنند، آنهایی که در آخر زمان پرده از توهم برمی‌دارند. آیا ممکن است ماتریکس مدرن ما همان توهمی باشد که این ادیان قرن‌ها پیش درباره‌اش هشدار دادند؟ آیا رسانه و تکنولوژی تنها ابزارهایی برای سرگرمی اند یا سربازانی پنهان در جنگی بر سر ذهن و روح ما؟ این مفهوم در دین اسلام و مسیحیت با اختیار در برابر تقدیر بررسی میشه. انسان در چارچوبی از تقدیر حرکت میکنه، ولی انتخاب‌های او سرنوشتش رو میسازه. زندگی در یک ماتریکس ذهنی یا اجتماعی. در بسیاری از ادیان دنیا به عنوان یک توهم یا زندان توصیف شده. در اسلام دنیا به عنوان دارالغرور توصیف می شود، جایی که انسان‌ها به دلیل توهمات مادی از حقیقت غافل می‌مانند. در هندوئیسم مفهوم مایا به معنای توهمی است که حقیقت را از دید انسان مخفی می‌کند. در مسیحیت دنیا به عنوان مکانی پر از گناه و آزمون برای ورود به پادشاهی خدا تعریف می شود. قرآن بارها به فریبندگی دنیا اشاره کرده است. دنیا مانند بازی و سرگرمی است که انسانها را از حقیقت دور می کند. دقیقاً شبیه ماتریکسی که در آن زندگی می کنیم. شیاطین وسوسه‌گرانی هستند که ذهن انسان را کنترل می کنند. درست مثل رسانه‌های امروزی. دنیا دامهای شیطان است. این حدیث می تواند به این معنا باشد که انسان‌ها ممکن است در دام دنیا و فریب آن گرفتار شوند و از حقیقت غافل بمانند، مشابه با توهمی که در ماتریکس وجود دارد. مردم خوابیدند و وقتی میمیرند بیدار میشوند. این حدیث میتواند به این معنا باشد که بسیاری از انسان‌ها در دنیا در خواب غفلت به سر میبرند و تنها زمانی که از این دنیا میروند حقیقت را مییابند. حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. این جمله با تم ماتریکس کاملا همخوانی دارد. تنها با شناخت حقیقت میتوان از توهم نجات یافت. شیطان دروغگوست و پدر هر دروغ است. رسانه‌ها مانند صدای شیطان در عصر حاضر هستند که انسان را با دروغ‌های جذاب اسیر می‌کنند. آیا شما نمی‌دانید که هر کسی که گناه کند برده گناه است؟ این به معنای این است که انسان‌ها با گناه و انتخاب‌های غلط خود در دام افتادند و در حقیقت برده توهمات دنیوی هستند. ماجرای گوساله طلایی نمونه‌ای از توهمی است که انسان‌ها خودشان ساختند.
این داستان نشان می‌دهد چگونه انسان‌ها به بت‌های مدرن پول، رسانه و قدرت روی آوردند. افلاطون در تمثیل غار می‌گوید انسان‌ها در زنجیرند و تنها سایه‌هایی از حقیقت را می‌بینند. این شبیه همان ماتریکسی است که ما در آن اسیریم. نیچه می‌گوید حقایق دروغ‌هایی هستند که آنقدر تکرار شده‌اند که باورشان کرده‌ایم. رسانه‌ها این حقیقت دروغی را برای ما می‌سازند. ژان بودریار او در کتابش شبیه سازی و شبیه انگاری میگوید رسانه‌ها مرز بین واقعیت و توهم را از بین بردند. نظریه توطئه و کنترل اجتماعی، این نظریه که به ویژه در دنیای مدرن محبوب شده میگوید که حکومت‌ها و شرکت‌های بزرگ ممکن است از طریق اطلاعات و فناوری‌های نوین ذهن انسان‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. این نکات می‌تواند به طور عمیقی به ماتریکس ربط پیدا کند که در آن انسان‌ها تحت سلطه سیستم‌های کنترل کننده هستند که از آنها آگاهی ندارند. حالا که می‌دانیم رسانه‌ها چگونه ذهن ما را شکل می‌دهند، این سوال پیش می‌آید: آیا آنها فقط ابزار سرگرمی هستند یا نماینده همان شیاطینی که ادیان درباره‌شان هشدار داده‌اند؟ هر کلیک، هر لایک و هر تبلیغ که ما را جذب می‌کند، شاید یک زنجیر دیگر به ذهنمان اضافه کند. شیاطین در گذشته از وسوسه استفاده می‌کردند، حالا شاید ابزارشان پیشرفته‌تر شده باشد. الگوریتم‌ها و محتواهای جذاب و داستان‌هایی که ما را از حقیقت دور می‌کنند. تصور کن میلیاردها انسان هر روز ساعت‌ها در مقابل صفحه‌های نمایش نشستند، اما پشت این صفحه‌ها چه چیزی واقعا جریان دارد؟ آیا ممکن است این رسانه‌ها همان شیاطین مدرنی باشند که آرام آرام روح ما را به زنجیر کشیدند؟ سوال نهایی این است: اگر تمام زندگیت فقط یک توهم باشد که رسانه‌ها برایت ساختند، چگونه می‌توانی حقیقت را پیدا کنی؟ اگر آزاد نیستی، چه کسی تو را اسیر کرده؟ و اگر این اسارت کار شیاطین است، آیا می‌توانی از دامی که هزاران سال پیش برای انسان پهن کردن فرار کنی؟ آخرالزمان زمانی است که حقیقت آشکار می‌شود و همه انسان‌ها از ماتریکس خودشان بیدار می‌شوند. آیا آماده‌ای که چشم‌هایت را باز کنی و حقیقت را ببینی؟